سلام دوستان عزیزم، انشاءالله که یک شنبه خوب و عالی رو پشت سر گذاشته باشین. انشاءالله که تو این ایام فاطمیه صلوات بفرستی، نذر نمک انجام بدی و حاجت روا بشی. انشاءالله میخوای سریع حاجت روا بشی، حاجت بگیری، کافیه ذکر ناد علی رو بخونی. اینجور که میگم بخون، انشاءالله که حاجت روا میشی. اگه چیزی گم کردی یا کسی رو گم کردی، پیداش نیست، وسیله، کارت ملی، طلا، پول، دیگه هر چی تو خونه گم کردی و پیدا نمی کنی، کافیه ناد علی رو بخونی. بخون و پیدا میشه. گرفتاری های بزرگ، خیلی گرفتار شدی، مشکلات تو زندگیت زیاد شده، گره های کور تو زندگی زیاد داری، اعصاب نداری، حوصله نداری، کافیه ناد علی رو بخونی. بخون، مشکلاتت باز میشه. برای پولدار شدن، جهت پولدار شدن و رزق روزی فراوان و برکت، ناد علی رو بخون و معجزه ناد علی رو ببین. همه اینها رو باید از ته دل و با خلوص نیت باشه، اصلا شک نکنی. بخون، انشاءالله درست میشه. جلب محبت و آرامش نداری، حوصله نداری، غم داری، قصه داری، یه بارم که شده بشین ناد علی رو بخون ببین چه آرامشی بهت دست میده. اگه قرعه کشی داری، قرعه کشی تا حالا در نیومده، کافیه ناد علی رو بخونی. بعد آیه 9 سوره یاسینم بخون برای در اومدن قرعه کشی. اگه میخوای هر کاری رو شروع کنی، خدا رو اینجوری صدا کن: یا باسط، یا ملک. خدا رو اینجوری صدا کن تا برات رزق روزی فراوان بیاد، تا همیشه مغازت پر بشه از مشتری، تا هرچی تو خونه میفروشی سریع فروخته بشه. کافیه اینها رو بگی. روزی 100 مرتبه بگو یا ملک، روزی 100 مرتبه بگو یا باسط. یه چله بی نظیر میخوام براتون بذارم. اگر دوست دارین که از مشکلات و گرفتاری ها و افسردگی ها نجات پیدا کنی، این چله رو با من شروع کن. این چله از امروز شروع میشه تا 3 دی که شب آرزوهاست. روز اول 100 مرتبه یا بصیر، روز دوم 100 مرتبه یا مصور، روز سوم 100 مرتبه یا واحد، روز چهارم 100 مرتبه یا جمی، روز پنجم 100 مرتبه یا قدوس، روز ششم 100 مرتبه یا مالک، روز هفتم 100 مرتبه یا حلیم، روز هشتم 100 مرتبه یا خالق، 100 مرتبه یا مجیب، روز دهم 100 مرتبه یا منعم، روز 11 100 مرتبه یا حبیب، روز 12 100 مرتبه یا مقیم، روز 13 100 مرتبه یا عظیم، روز 14 100 مرتبه یا خیبر، روز 15 100 مرتبه یا عدل، روز 16 100 مرتبه یا حلیم، روز 17 100 مرتبه یا ظاهر، روز 18 100 مرتبه یا اول، روز 19 100 مرتبه یا آخر، روز 20 100 مرتبه یا مؤخر، روز 21 100 مرتبه یا مقدم، روز 22 100 مرتبه یا حق، روز 23 100 مرتبه یا شهید، روز 24 100 مرتبه یا باعث، روز 25 100 مرتبه یا ولی، روز 26 100 مرتبه یا رشید، 27 100 مرتبه یا بدی، روز 28 100 مرتبه یا غنی، 29 100 مرتبه یا جمی، روز 30 100 مرتبه یا اکرام، روز 31 100 مرتبه یا متعال، روز 32 100 مرتبه یا باطن، روز 33 100 مرتبه یا مفتاح، روز 34 100 مرتبه یا دافع البلایا،
روز 35 100 مرتبه یا حافظ. روز 36 100 مرتبه یا بارز. روز 37 100 مرتبه یا دافع. روز 38 100 مرتبه یا لطیف. روز 39 100 مرتبه یا معین. 40 100 مرتبه یا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 40 روز روزی 100 مرتبه بخون. انشاءالله که شب آرزوها رسید حاجت روا میشی و به آرزوی دلت میرسی. حاجت میگیری، حاجت روا میشی. هر حاجت محالی که داری با این 40 بگیر. 40 اسامی خدا. هر روز 100 مرتبه خدا رو با این اسما صدا میزنیم. انشاءالله که حاجت روا بشین. هر حاجتی داری، حاجت دلتو با این 40 بگیری. دوستان تو ایام فاطمیه همیشه دارم بهتون میگم حتما نمک بگیرین، روش آیت الکرسی 1 مرتبه، 3 مرتبه صلوات، 100 مرتبه بگو یا فاطمه زهرا. حتما بگیر بخون. بعد روز شهادت ایشون نمکا رو پخش کن. روزی 100 مرتبه صلوات بفرست. تسبیح خانم حضرت زهرا رو بگو تو ایام فاطمیه که خیلی ثواب داره و انشاءالله که حاجت روا میشی. نماز استغاثه خانم حضرت زهرا رو اگه تونستی تو این ایام یه بار بخون. انشاءالله که حاجت روا میشی. نماز استغفارم که من یه بار بهتون گفتم چجوریه. التماس دعا. خدا نگهدار.